دکتر یه بار خواستم سوار تاکسی شم، راننده گفت امروز در مورد سوریه تحلیل میکنم. حوصله‌شو داری سوار شو، نداری تاکسی بعدی در خصوص انتخابات بحث میکنن. اون سومی هم در مورد پیامدهای برجام کلاس میذاره. دیدم تصمیم گیری سر اینکه کدومش رو سوار شم خیلی مشکله. برای همین رفتم سوار اتوبوس شدم، یه راست اومدم سر چهارراه استراتژی که بازار همه اینا گرمه و یه دکتر همه فن حریف مرسی هیکل وزنه بردار فوتبالیست فیلسوف و علامه دهر و اقیانوسی که یه قطره‌اش محشر به پا میکنه رو ببینم که همه این بحثا رو مثل هلو پوسکنده میندازه تو گلو. با هستش شرمنده اخلاق آقا میاد چاقو تو همینجوری صاف میری تو دل آدم. تعریف از خود البته تو ذات ما نیست، ولی خب این حقیقت رو اینجا باید گفته باشم. اینایی که گفتی یک از هزارم نبود. یه بارم به دل ما موند که تو ما یه تفسیر ورزشی بپرسی که برات از لالیگا و بوندسلیگا و تاکتیکای تیمای این بایر مونیخ و بارسلون و رئال مادرید و یوونتوس و منچستر یونایتد ردیف کنم و بگم همینطوری یه سوالایی میکنی تو همش که آخرش با دل پرغصه و ترس از اینکه تو دعوای حاجی رفسنجانی عظما کی نابود میشه کی میمونه هی بخوایم حرف بزنیم، آخرش هم به نتیجه درست و درمون نمیرسی. آیه دکتر نکنه ماشین استراتژی سوختمون کرده؟ بالاخره برای نظام تفسیر ورزشی واجب تره یا یه بحث استراتژیست جوندار؟ میشی بابا، مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله میفهمودن که یارو تو چهارراه پشت فرمون نشسته بود، چراغ قرمز شد نرفت، زرد شد نرفت، سبز شد نرفت، افسر گفت آقا شرمنده ما همین سرنگ و بیشتر نداریم پسندتون نشد، طرف گفت نه خیر ما شرمنده ماشین خرابه رنگین کمونم که بیاری اینجا تکون نمیخوره از جاش. روشن شد یا چی بزنم که یه تکونی با رنگین کمون اقلا بخوری. میخوام بگم که استراتژی نظام همینطوری اوضاعش. آیه دکتر انصاری سخنگوی وزارت خارجه نوشته شایع شده که تو کنفرانس خبری هفته آینده قرار ازش بپرسن مقام عظما که زهر رو انداخته بالا برجام رو امضا کرده اورانیوم رو داده رفته قلب عراق رو در آورده و زیر بار این همه خفت خاری رفته، حالا چرا خمپوز قدرت در میکنه و کاندیدای حاجی رفسنجانی رو فرقون میریزه بیرون و حذف میکنه؟ گفته من جوابی ندارم، تقاضا کرده که کنفرانس خبری بعدی رو شما برگزار کنید. مشنگ شانسی یه حرف درست و درمون برای اولین بار زد. الان یا باید بهش تافت بزنی که تو همین وضعیتش بمونه یا پیف پاف که تو اوج بمیره. این مشنگ جواب سوالو که بهش بدم هم تازه نمیتونه بره تو کنفرانس از رو تعریف کنه. امتحان استراتژی میگرفتم از اینا تو کلاس استراتژی، رو دست اون مشنگ سلامی تقلب کرده بود، اسم و فامیلم از اون ورقه اون نوشته بود، هر دوشون با هم رد شدن آخرش. حالا جواب سوال چی میشه آیه دکتر؟ سربسته بهت بگم لغت زدن خاص اسب و الاغ نیست، عظما میتونه همچین لغت بزنه به بخت نظام که اسب و الاغ کلاشونو به نشانه احترام براش بردارن. شما عظما رو له و لورده کردی آقای دکتر، ولی من درگیر نمیشم، هنوز وقت هست تا پایان برنامه. اما یه ضرب‌المثل قدیمی چینی و خیلی آموزنده هست که خیلی قدیمیه، کسی به اون صورت یادش نیست، حتی خود چینی‌ها هم فراموشش کردن، چه برسه به من که بخوام واسهتون بگم. چه انتظاراتی دارن بعضیا، اما خیلی آموزنده بوده. حالا جواب سوال بالاخره چی میشه آقای دکتر؟ بابا ماشین انداخته تو سرپاینی دیگه نمیشه برش گردون که افه نیم کلاج و دنده عوض کردن تو رو گول نزنه. عظما زهر رو خورد، حالا از این ور میخواد جلو حاجی رفسنجانی هم بپیچه. خب همینی میشه که الان داریم میبینی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن اجاق که داغه اگه بخوای نه سیخ بسوزه نه کباب گوجه ها میسوزن، یعنی بسیجی ها که میریزن. آیه دکتر نمیشه مقام عظما وسط این بحران ها برای خودش دردسر بیشتر نخره؟ یه بخشی از این قدرت رو بده به حاجی رفسنجانی این فتنه رو بخوابونه. همچی میگه یه بخشی از قدرت رو بده، انگار زور تو بازوی عضو اضافی اومده باید صادر کنه این طرف اون طرف. کدوم قدرت قربونت برم؟ نراده حال و روزش اینجوریه که تو میبینی.
از پس شیخ فری هم درست حسابی بر نمیاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دزده رفت تو خونه یه بدبختی، داشت میگشت، بدبخته بلند شد گفت دنبال چی میگردی؟ دزده گفت پول. بدبخته گرفت خوابید، گفت اگرم پیدا کردی بیدارم کن، شاید با هم قسمت کنیم. آیه روشن شد یه همچین بذارم که قدرت آقای بین دکتر، خودمون یه قسمت سوال کنیم. خودم دارم در مورد تحولات رعب‌آور منطقه. آی دکتر، الان که عربستان نیرو میفرسته سوریه چی میشه؟ آی گفتی داغ دل من همینجوری تازه دوباره آوردی رو. از بشنگی این سلامی خیلی پکرم که جلو دوید اومد حرفای زپلشکی زد که چیزی نیست و جدی نیست و لطیفه سیاسی و جوک و از حرفا هیچی. الان که میخوایم بگیم غلط کردیم همه به ریشمون میخندن. مشنگ این سلامی شعورش نمیرسه که فکر بعدشو بکنه. نه دیگه. وقتی تو ماشینین فوش ندین و در برین. ما یه بار فوش دادیم خوردیم به ترافیک، هنوز جای دست چک رو کتفم مونده. هفته پیش گچ دستمو باز کردن. اما آقای دکتر، رسیدیم به پایان برنامه و مثل هفته قبل خوشبختانه در کمال صلح و صفا برنامه تموم میشه. آره این خودش میتونه در آستانه انتخابات الگو باشه برای همه جناها. بی خیال این که به خون هم تشنه هستن، بی خیال این که چش ندارن همدیگه رو نگاه بکنن، صلح و آرامش رو بین خودشون برقرار بکنن. ما باید اینو قرارداد بکنیم که بمونه. بزن قدش مرد و مردونه. آره دوباره گذاشته به سر کار. یه کاسه هست آیه دکتر به اسم کاسه صبر. آره. اما من شخصا شک دارم مال من کاسه باشه. فکر کنم از این لگن قرمز است، ولی همینم که هست پر شد. از اول برنامه شروع کردی جفا رفتی تو پوز مقام عظما، مثال اولاغ و برنج زدی. ایشی بابا سر جان حرفایی که الان تو نظام دارن بهش میزنن کلاشو بندازه هوا که فقط بهش بگن اولاغ. قربون برم من تو هر چی بخوای به اون بگو، ولی نمیگی.